توی این ویدیو میخوایم در مورد راهکارهایی صحبت بکنیم که به ما کمک میکنن با وجود مشغله‌های کاریمون بتونیم فرد کتابخونی باشیم و از کتاب توی مسیر زندگیمون استفاده کنیم. پس اگر شما هم دوست دارید کتاب بخونید اما فکر میکنید وقت کافی برای کتاب خوندن ندارید، تا پایان ویدیو همراه من باشید. سلام، من صدفم و اینجا جیپیسم. برای کتاب خوندن یه سری موانع اصلی و رایج وجود داره که اغلب افراد به خاطر همین موانعی که سراغ کتاب خوندن نمیرن. مهمترین اونها دو تا هست. یکی اینکه زمان کافی برای کتاب خوندن پیدا نمی‌کنیم و وقتش رو نداریم، یا تنبلیم یا بی‌حوصله‌ایم، و یا اینکه اگر 2 صفحه کتاب بخونیم حوصله‌مون سر میره و خوابمون میبره. قبل از هر چیز دیگه‌ای باید در مورد این صحبت بکنم که مهمترین مسئله در مورد کتاب خوندن اینه که شما چه نوع نگاهی به کتاب دارید. چیزی که در مورد کتاب اهمیت داره اینه که شما باید به عنوان یک کالای تجملی بهش نگاه نکنید، بلکه باید به عنوان یک الزام برای زندگیتون بهش نگاه بکنید. یعنی شما توی زندگی 100% نیاز دارید به اینکه کتاب بخونید. پس اولین قدم اینه که شما نگاهتون رو نسبت به کتاب عوض کنید. وقتی دیدتون به کتاب رو تغییر دادید، حالا میایم در مورد این صحبت می‌کنیم که از کجا زمان پیدا کنیم برای کتاب خوندن. اغلب آدما تصور می‌کنن که افرادی که کتاب میخونن و مطالعه دارن آدمای بیکاری هستند، یعنی در طول روز کار خاص و مهم دیگه ای ندارن، به خاطر همین میرن سراغ کتاب و میشینن کتاب میخونن. همینجا باید بگم که این تصورم کاملا اشتباهه، چون ما کسایی رو داریم که با اینکه سرشون خیلی شلوغه و افراد موفقی هستن، در طول روز حتما توی روتین روزانه‌شون کتاب حضور داره. پس چی باعث میشه که اون افراد تایم کافی برای کتاب خوندن داشته باشن، اما من محصل، من دانشجو، من کارمند زمان کافی برای اینکه کتاب بخونم نداشته باشم؟ 1. اینکه شما فکر میکنید برای اینکه کتاب بخونید حتما باید یک زمان خاص داشته باشید. یعنی من کاملا بیکار باشم، فارغ از هر دغدغه دیگه‌ای باشم و بشینم یه گوشه کتابمو بردارم، یه مدادم بردارم و بشینم با دقت و تمرکز بالا کتاب بخونم. این اشتباهه. اگرچه توی کتاب خوندن تمرکز خیلی مهمه و خیلی مهمه که شما یه تایم خاصی رو به کتاب خوندن اختصاص بدید، ولی برای شروع کتاب خوندن یا اینکه اونو توی روتین روزانه‌تون قرار بدید، این دید اشتباهه. 2. شما باید برای کتاب خوندن زمان بدزدید. یعنی چی؟ یعنی شما باید از زمانهای مردتون استفاده بکنید تا بتونید تایمی رو برای کتاب خوندن پیدا بکنید. مثل کتاب خوندن توی مترو، کتاب خوندن توی اتوبوس، کتاب خوندن توی تاکسی. اگر شما خونه دارید و در حال آشپزی هستید، کتاب رو با خودتون ببرید تو آشپزخونه و بذارید یه گوشه و زمانی که منتظرید مثلا غذا درست بشه، سیب زمینی سرخ بشه یا هر اتفاق دیگه‌ای، توی اون تایم بشینید کتاب بخونید، حتی 2-3 خط. اگه تا اینجا ویدیو رو دوست داشتید لطفاً لایک کنید. این کار خیلی میتونه به من کمک بکنه و همینطور باعث میشه که افراد دیگه این ویدیو رو ببینن و بتونن ازش استفاده بکنن. 3. مورد این که شما میتونید از یه سری تکنیک‌های خاص استفاده بکنید برای اینکه بتونید در طول روز کتاب رو حتما بخونید و زمان کافی براش داشته باشید. یکی از این تکنیک‌ها تکنیک پومودوروه. احتمالاً این تکنیک قبلا به گوشتون خورده، ولی من اگه بخوام یه توضیح کوتاه در موردش بدم، شما 25 دقیقه زمان میگیرید و توی این 25 دقیقه تمرکزتون رو میذارید روی یه کار خاص که در این مورد کار خاص ما الان کتاب خوندنه. پس 1 پومودورو کتاب رو حداقل در روز میتونید بخونید. 4. مورد که به شما کمک میکنه که زمان کافی برای کتاب خوندن داشته باشید، یادگیری مهارت‌های تندخوانیه. مهارت‌های تندخوانی به شما کمک میکنه که با سرعت بالاتر کتاب رو بخونید، منتها درک شما از اون مطالب هم به مراتب بالاتر بره. یعنی اینطوری نیست که شما یاد بگیرید تون کتاب بخونید و دیگه درکی ازش نداشته باشید. شما یاد میگیرید که همونطور که دارید تون کتاب رو میخونید، درکتون از مباحث کتاب هم بره بالاتر و ذهن شما به درک مطلب با سرعت بالاتر عادت میکنه. مهارت تندخوانی و مهارت‌های مطالعه یه بحث گسترده است که حتما توی ویدیوهای بعدی بهش می‌پردازیم و در موردش صحبت می‌کنیم تا یاد بگیریم چطور یک آدم تندخوان باشیم و چطور بیشتر کتاب بخونیم و تایم کمتری صرف کنیم. 5. راهکاری که میتونه به شما کمک بکنه تا زمان کمتری صرف کتاب خوندن بکنید اما محتوای کتاب رو دریافت بکنید، مطالعه مینی بوک هایی که جدیداً وارد بازار شده. محتوای این مینی بوک ها بر اساس کتاب‌های اصلی هست که حجم زیادی دارن، منتها توی این کتاب‌ها خلاصه میشن و به صورت خلاصه عرضه میشن تا برای مخاطبی که تایم کمتری میتونه صرف مطالعه بکنه قابل استفاده باشه.
پس مینی بوک ها راه خیلی خوبی برای این هستن که تایم کمتری صرف بکنید اما محتوای یک کتاب رو دریافت بکنید. اگه نکته دیگه هست و تجربه در این مورد دارید که میتونه کمک بکنه به کتاب خوندن افراد، لطفا اونو با همون به اشتراک بذارید تا بتونیم بیشتر به رشد همدیگه کمک بکنیم. و لطفا این موارد رو فراموش نکنید که خیلی به من میتونه کمک بکنه. ممنونم که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. امیدوارم که رو به رشد باشید و خدا نگهدار.